بسم الله الرحمن الرحیم. همه جا خوب و بد داره. یزد هم از این قاعده مستثنا نبوده و نیست. زمانی بر این شهر گذشته و آدم‌هایی در طول تاریخ در این شهر زندگی کردند که بعضیشون جزء محبوب ترین ها شدند و بعضیشون هم جزء منفور ترین ها. اینجا هست که تفاوت کارآمدی و ناکارآمدی مشخص میشه. انسان کارآمد حتی از تهدیدها فرصت میسازه و انسان ناکارآمد نه تنها فرصتهای خودش رو میسوزونه، بلکه با راه اشتباهی که در پیش میگیره برخلاف جهت منافع مردم حرکت میکنه. سید ضیاءالدین طباطبایی یزدی فرزند آیت الله سید علی طباطبایی یزدی، عامل کودتای اسفند ماه سال 1299 هجری شمسی و رئیس الوزرای دولت بعد از کودتا. اینجا سید ضیا هست که با طراحی انگلیس ها رضاخان میرپنج رو به عنوان بازوی نظامی خودش از میان قزاق ها انتخاب میکنه. ابتدا روابطشون با رضاخان خوب بوده، اما به مرور از هم فاصله میگیرند. سید ضیا از کشور خارج میشه، رضاخان به قدرت میرسه و بعد از حدود 2 دهه بعد سید ضیا بعد از سرنگونی رضاخان به کشور برمیگرده و در انتخابات 14مین دوره مجلس به عنوان نماینده مردم شهر یزد انتخاب میشه. اما سید ضیا توی این 2 دهه و قبل از اینکه نماینده مردم شهر یزد بشه کجا بوده و چه فعالیت‌هایی انجام میداده؟ یکی از تاریک‌ترین نقاط زندگی سید ضیا در سال 1314 رقم میخوره، وقتی که اون به فلسطین میره و در نزدیکی غزه زمین‌هایی رو خریداری میکنه و شروع میکنه به آباد کردن اون زمین‌ها. خب توی اون سالها انگلیس قیومیت فلسطین رو در دست داشته. انگلیس میاد با سیاست‌های خبیثانه خودش یک سری مالیات‌های سنگینی رو روی زمین‌های فلسطینی‌ها میبنده. این کار باعث این میشه که فلسطینی‌هایی که پول این مالیات‌ها رو نداشتند یا زمین‌هاشون رو به کمترین قیمت میفروختند و یا اینکه زمین‌هاشون توسط انگلیس‌ها مصادره میشده. اینجا کم کم زمین‌ها در اختیار یهودی‌ها قرار میگیره. مردم فلسطین از این نقشه مطلع میشن، اما باز هم انگلیس سیاست‌های فریبکارانه خودش رو ادامه میده و اشخاصی مثل سید ضیا رو وارد عمل میکنه. سید ضیا چه نقشی داشته؟ خب این شخص یک مسلمان و سید هست. مردم فلسطین به امثال این شخص اعتماد میکردند و زمینهاشون رو به جای اینکه به یهودی‌ها بفروشند به امثال سید ضیا میفروختند. سید ضیا هم که چون علاقه‌مند به انگلیس‌ها بوده و برای اونها کار میکرده زمین‌ها رو از فلسطینی‌ها میخریده و اون رو 2 دستی تقدیم یهودی‌ها میکرد. و یه نکته تاریخی هم بگم، برای کسی هم که اینا رو میخریده متاسفانه یک ایرانی بوده. اون آقای سید ضیاءالدین طباطبایی معروف که در کودتای 29 اسفند رضاخان یار ایشون بود و اومد و بعد چون نخست وزیر مدت کوتاهی بعد با رضاخان اختلاف نظر پیدا کرد، انگلیسی ها سید ضیا رو برداشتن بردن در فلسطین اون زمان که هنوز تحت قیمت انگلیس بود و چون دیگه با رضاخان نمیتونست کار کنه. این آقا بود تا زمانی که رضاخان سقوط کرد برگشت. در این مدتی که اونجا بود متاسفانه ایشون چون سید هم بود، خیلی مورد احترام بود، می اومد به واسطه زمین رو میخرید و میفروخت به یهودی ها. یعنی خود بسیار از مردم، حتی اونایی که فروختن هم نمیخواستن به یهودیا بفروشن، فکر داشتن به یک مسلمان میفروختن. بخشی از زمین‌های بی صاحب یا فرض کنید زمین‌های دولتی هم که چون انگلیس خودش قیومیت فلسطین رو به عهده داشته اونها رو در اختیار یهودی‌ها قرار میده. اما اینجا باید به یک شبهه پاسخ بدیم. میگن خب فلسطینی‌ها که زمیناشون رو فروختن به یهودی‌ها، پس اعتراضشون سر چیه؟ شما که زمیناتون رو فروختین، پس دیگه چی میگین؟ برید بیرون، بذارید اسرائیلی‌ها زندگیشونو بکنن، بذارید یهودی‌ها زندگیشونو بکنن. جواب این شبهه چیه؟ فرض کنید شما یک سری زمین توی یزد دارید و اونا رو به دولت میفروشید. آیا دولت میتونه از شما سلب تابعیت کنه و مثلا بگه شما باید برید توی اردوگاهی توی افغانستان زندگی کنید، دیگه حق ندارید توی یزد باشید؟ خب مشخصه این ماجرا صورت مسئلهش اشکال داره. اما فرض می‌کنیم این همه این شبهه‌ها وارده. فلسطینی‌ها هم زمین‌هاشون رو اصلا فروختن به یهودی‌ها و هیچ مشکلی هم توی این قضیه نیست. شما وقتی به منابع تاریخی مراجعه کنید متوجه میشید که میزان زمینی که توسط فلسطینی ها به یهودی ها منتقل شده 1% از کل سرزمین فلسطینه. در بدترین حالتش و در منابعی که تو این ماجرا شک و شبهه‌ای داشتند و دست رو بالا گرفتند، میگن 5-6 یا مثلا 7% از زمین‌های فلسطینی
به یهودی ها فروخته شده. ما هم دست رو بالا میگیریم میگیم اصلا همون 7% که همون 1% احتمالاً درسته. اما چرا یهودی ها الان باید 80% سرزمین فلسطین رو غصب کنند؟ پس این رو یادتون باشه، سال 1948 میلادی نبود که غصب فلسطین آغاز میشه. این اتفاق سالها قبل با انگلیسی ها شروع میشه.